تا حالا حس کردی داری توی یه دایره زندگی میکنی؟ هر روز مثل روز قبل. هر تصمیمی که میگیری همون تصمیمای قبلیه. انگار یه چیزی ته دلت میگه برو، تغییر کن، شروع کن. ولی یه صدای دیگه حتی بلندتر داد میزنه اگه خراب کنی چی؟ اگه شکست بخوری چی؟ ما همیشه از تغییر میترسیم. از شکست خوردن، از اینکه یه روزی مجبور بشیم قبول کنیم که کافی نبودیم، که اشتباه کردیم، که موفق نشدیم. و همین باعث میشه هیچ وقت اون قدم لعنتی رو بر نداریم. ولی یه راز رو بهت بگم، هیچ آدم بزرگی بدون شکست موفق نشده. هیچ نویسنده‌ای بدون رد شدن کتابش نویسنده نشده. هیچ کارآفرینی بدون ورشکست شدن ثروتمند نشده. هیچ ورزشکاری هم بدون زمین خوردن قهرمان نشده. اون چیزی که اونا رو از بقیه جدا کرده این نیست که شکست نخوردن، اینه که بعد از شکست دوباره ادامه دادن. حالا میرسیم به یه داستان، یه انیمه‌ای که شاید تو هم دیده باشی، ولی شاید هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده باشی. میتسوها دختری که همیشه میخواست از شهر کوچیکش فرار کنه، توکیو رو ببینه، یه زندگی جدید داشته باشه، ولی هیچ وقت جرأتشو نداشت. اونم درست مثل ما توی منطقه امنش گیر کرده بود. همون منطقه‌ای که شاید بد باشه ولی حداقل آشناست، حداقل ترس نداره. از اون طرف تاکی، یه پسر توی توکیو وسط یه شهر بزرگ که یه زندگی عادی داره، اما حس میکنه یه چیزی کمه. اونم مثل میتسوها توی یه دایره گیر کرده. فکر میکنه شاید یه روز همه چی خودش درست بشه، ولی اون روز هیچ وقت نمیاد. تا اینکه یه روز یه اتفاق عجیب میافته، یه تغییر اجباری. اونا دیگه نمیتونستن توی دایره امنشون بمونن. مجبور شدن وارد یه دنیای جدید بشن. مجبور شدن با یه زندگی جدید کنار بیان. مجبور شدن یاد بگیرن، تلاش کنن و قوی تر بشن. و این دقیقاً همون چیزیه که ما تو زندگیمون ازش فرار میکنیم. تغییر. ما منتظریم یه روزی بیاد که بدون ترس، بدون تردید، بدون احتمال شکست شروع کنیم. ولی اون روز هیچ وقت نمیاد. تنها راهش اینه که با وجود ترس، با وجود تردید اون قدم رو برداری. شکست یه مرحله از موفقیته، نه یه نقطه پایان. با قدمای کوچیک شروع کن. از خودت بپرس بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ و در نهایت چیزی که واقعا مهمه اینه که جرأت کنیم، حتی اگه بدونیم ممکنه شکست بخوریم، چون همون شکست ها ما رو قوی تر میکنن. پس یه قدم بردار، یه کار جدید امتحان کن. از اون چیزی که تو رو میترسونم فرار نکن. قطعاً آیندت ازت ممنون میشه. آخرین باری که به خاطر ترس از شکست یه فرصت رو از دست دادی کی بود؟ کامنت کن تا با هم دربارش حرف بزنیم.